ای آن که گوش به این صدا سپرده‌ای، آیا هنوز قلبی در سینه ات می تپد، یا زیر سنگینی این روزها به سکوتی بیجان دچار شده‌ای؟ غزه را شنیده اید؟ نه، نشنیده اید. اگر شنیده بودید این گونه که آرام نمی نشستید. من از کتاب نیامده ام، نه از خانقاه، نه از قصه ها، بلکه من از کوچه های خون آلود غزه آمده ام، از زیر آوارهایی که نه سنگ و نه استخوان بلکه رؤیا بر دوش دارند. میپرسی چند کشته؟ نه، 10,000، 20,000. اما نمیدانی آن یک، آن آخرین تمام دنیا بود برای زنی که مادر بود، برای زنی که مادر بود. ذره ذره دعای شبانه تفسیری از امید پدر بود و تو نشسته اید با گوشی در دست، قهوه در کنارت، فاجعه را می نگری چون سریال دگر و دلت نمی لرزد، اشکت نمی ریزد. من می گویم تو خودت گم گشته ای. ای تماشاگر، ای تماشاگر، تو را چی شد که این گونه سرد شده ای؟ غزه زمین نیست، غزه غربال است که انسان را از بی انسان جدا می کند. من دختر پروازم، نه برای سخن، که برای بیدار کردن آمده ام. اگر شعله در دل دارید بگذارید شعله ور شود. بسوز ای دل که هر نجاتی از سوختن آغاز می شود.